برای دوخت زیپ ببینید این طرف الان طرف داخل لباس شماست، این سمت راست شماست و این سمت چپ شماست. شما بیاین از این قسمتی که خط اتو کشیدین 3 میلی علامت بزنین، این خط رو تا کنار چاک زیپتون 1 سانت پایین تر بکشین. پس ببینید با مداد یا با صابون این خط رو داخل لباستون بکشین. پس به این شکل این خط کشیده شد، از چاک 1 سانتی متر پایین تر میه. حالا این رو میچرخونیم به این طرف. شما میان این قسمتی که با مداد علامت زدین میگیرین کنار زیپتون، زیپ رو باز کنید، این قسمت زیپ لبه کارتون باشه و این علامتی که زدین کنار دندونه های زیپ شروع به کوک زدن بکنید. البته میتونید یک کم فاصله بدید. پس ما این رو کوک میزنیم. میتونین سنجاق بزنین، ولی چون دوخت اولتونه بهتر اول کوک بزنین، چرخ کنین. خب ببین علامتی که خطی که کشیدین باید تا روی این خط داخل لباس شما دوخته بشه. تنها نکته‌ای که باید رعایت کنین همینه تا داخل لباس بیاد. پس الان من این رو زیر چرخ میذارم و میدوزم. بعد از اونی که این قسمت چرخ شد این دندانه زیپتون رو میبندین. ببینید این خط اتو رو کنار خط اتوی قبلی قرار میگیره و این تکه دوخته میشه. پایه زیپ رو جا بدین. ببینید به این شکل. پس پایه زیپ رو جا میدید. ببینید آهنی یا قسمت فلزی پایه باید روی پارچه باشه، اینجوری جا ندین بعد تمام زیپ بیاد روی دندونه های زیپ. پس ببینید بیشترین حجم پایه و قسمت فلزی روی پارچه. بعد شما دیگه شروع به دوخت میکنید. اولش میتونید محکم کاری کنید. حالا شروع به دوخت میکنید. ببینید شما زیپتون رو رنگ پارچه انتخاب کنید. من به این دلیل با این رنگ میدوزم که شما ببینید و نختونم باز به همین شکل. ببینید چاک زیپ من اینه ولی بعد تا داخل لباس بیایم. پس این رو من میتونم بیارم این سمت و تا داخل لباس زیپ رو بدوزم تا 1 سانت بعد از چاک این دوخته میشه و محکم کاری میشه. خب چاک زیپتون رو ببینید با چرخ تا این قسمت تا 1 سانت بعد از این شما دوختین تا اینجا. پس تا این قسمت دوخته شده. بعد میاین این رو برمیگردونین. این خود به خودش روی خط اتویی که داشتین این رو قرار بدین، سنجاق کنین. پس این روی ثابت میشه. یا کوک بزنین. بعد از این قسمتی که چاک زیپتون هست با صابون یه خط بکشین بنزه 1 و 2 میلی تا بالا. این رو شروع به دوخت میکنیم زیر چرخ. کوک بزنید چند. پس با صابون ببینید یه خط اینجوری بنزه 1.2 میلی تا بالا بکشین. اگر اینجا به این گیر میکنه میتونین سنجاقتون رو در بیارین. حالا موقع دوخت من اینو توضیح میدم. ما این رو بتونیم صاف بدوزیم. پس زیر چرخ میذاریم. خب ببینید این رو زیر چرخ بذاریم. بعد اول توپی رو با دست بچرخونید. 1-2 تا بخیه جلو عقب کنید. به این شکل. حالا شروع به دوخت میکنیم. میتونین تا اینجایی که از روی زیپ رد میشه با دست بچرخونید. بعد تا این قسمت تیزی که رسیدین سوزن تو پارچه نگه دارین. این رو بچرخونین به این طرف. پس حالا شروع به دوخت میکنیم. روی خط کشیدین بدوزین. پس روی خط شروع به دوخت میکنیم تا این قسمت که به ماشین زیپتون رسیدین باز سوزن تو پارچه هست. ببینید سوزن رو داخل پارچه نگه دارین، پایه رو بالا ببرین، این رو باز کنین چون به این گیر میکنه و باعث میشه شما کج بدوزین. حواستون باشه که این قسمت این نوار زیپ زیر دستتون باشه. موقع دوزین به بالا که رسیدین محکم کاری کنید.
پس به این شکل این هم این دوخته شده تا بالا دوخته شده و زیپ شما کامل میشه.